و ذکر للعابدین و اینمی یادگار باشه برای کسایی که عبادت الله را به وجه درست میکنه. یعنی وقتی که تکلیف برشان برسه عابدین باید تکلیف خدا حلش از الله متعال طلب بکنه. الله دعای کسا را قبول میکنه. ادعونی استجب لكم. بلکه کسی که از الله نمیخواه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. که از الله نمیخوای الله تو را در جهنم ذلیل داخل میکنه تا. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل قابل یادآوری است داستان اسماعیل علیه السلام. یا ما روان کردیم اسماعیل علیه السلام برگزیدیم اسماعیل علیه السلام. دلیل نقلی را تیر میکنه که هم به رحمت الله محتاج بودن اسماعیل علیه السلام. انبیاء علیهم السلام کلگی عاجز بود، اظهار عاجزی را برای الله متعال کرده، به رحمت الله کرده. از او خاطر میگه اسماعیل علیه السلام قابل داستانش قابل یادآوری و ادریس علیه السلام و ذوالکفل سه پیغمبر در اینجا ذکر کرده. در مورد ذوالکفل بعضی میگه الیاس علیه السلام است، لیکن راجع قولی است که نه الیاس علیه السلام نیست بلکه پیغمبری جداگان است، اما زیاد تشریحش قرآن کریم نکرده. خو یکی از پیغمبرای بنی اسرائیل بوده. کل من الصابرین، هر کدام از این پیغمبران صبر کننده بود. بالای احکام تکوینی و تشریعی سری احکام تکوینی صبر میکرد. اگر مصیبت میرسید، تکلیف میرسید، مرض میرسید، درد دورنج میرسید، کل شب سر و چشم قبول داشتن. همچنان به حکم تشریعی هم بالکل صبر کننده بود. الله که مامور میکرد به کدام حکم امور به وجه درستش انجام میداد. روزه صبر طلب داره، از صبح تا غروب آفتابه میل دلت به آب نوشیدن خوردن میکنه، لیکن تو کنترل میکنی. این صبر تشریعی میگه. و ادخلناهم داخل کرده بودم یا فی رحمتنا، در رحمت خود. انبیاء علیهم السلام مشمول رحمت الله است، از امو خاطر گناه از پیششان صادر نمیشه و کل عمر خود در خدمت دین تیر میکنه. معلوم میشه که بزرگترین رحمت الله سر انسانی است که عمر انسان در خدمت دین شود، در کار دعوت تیر شود. این رحمت بزرگ الله است. انهم من الصالحین، یقینا انبیاء علیهم السلام از جمله صالحین بودن. یعنی هر دو وظیفه را انجام داده، خدا هم جور کرده، دیگران را هم دعوت داده برای اصلاح، برای درست کردن. و ظنون قابل یادآوری است داستان یونس علیه السلام صاحب مایی. از ذهب مغاضبا، در آن وقتی که رفت در حالی که غضب کننده بود، زمانی که قومش ایمان نآورده بود، خیلی به غضب از قریه برآمد. فظن، گمان کرد، الله نقدر علیه. یونس علیه السلام گمان کرده بود الله میگه که ما ای را به تنگی نمیگیریم، تنگاتنگ نمیگیریم شه. فنادا، آواز داد، فی الظلمات، در تاریکی ها، الله اله الا انت، که نیست لایق پرستش و بندگی غیر از تو. سبحانک، پاکیست برای توی الله از هر قسم شریک و عیب و نقصان. انی کنت من الظالمین، ما هستم خیلی ظالم، نقصان و قصور از مس نست تو. الله ما خطا شدم نه تو. منطقه موصل در عراق است، آل موصل برش میگه. در اون زمان به نام نینوا یاد میشد. ساکنین از او تقریبا 1 لک مردم بود یا چیزی زیاد تو کم. در قرآن کریم خود ذکر شده. الله یونس علیه السلام بر ازوا روان کرد. یونس علیه السلام دعوت داد، مردم هیچ کسی نبود، هر قدر که دعوت میداد. آخر که نشد گفته عذاب الله سرطان میآید. همین گپ کی زد، قوم یک کمی بیدار شدن که یونس علیه السلام عجیب گپ میزنه. گفت که 3 روز بعد براتان عذاب میاد، نشانی شامی نمیسته، اول ابریس چیسته سفید رنگ پیدا میشه، بعد از اینی رقم، بعد از اینی رقم. خودش برآمد، چرا که میفهمید که الله عذاب روان میکنه. یونس علیه السلام در بین قوم شهرت به صداقت و راستگویی داشت. زمانی که یا ما بین خود گفتن که همی آدم خیلی گپایش خوفناک است، مناسب است که این همونطور نادیده نگیریم، تعقیب کنیم که یونس علیه السلام چی میکنه. یونس علیه السلام تعقیب کردن که یونس علیه السلام بعد از همی اخطار خود برآمد از قریه. قوموار خطا شدن، گفت بالکل یونس علیه السلام در عمر خود یک دروغ نگفته، گپایش کلش صادق است، ای گپش هم صادق است. علامه هم دیدن که شروع شد به ظاهر شدن. این همی بودی قوم یک دم برآمد، زن مرد طفل یک دم در دشتا برآمدن، گریانا را شروع کردن که یا الله بد کردیم. دعوت یونس علیه السلام به حق است، ما بالکل تسلیم هستیم. الله متعال عذاب دور کرد. چرا تا آلی رم امو ساعت یا امو وقت نرسیده بود
که ایمان و توبه قبول نشوه. از همون خاطر قرآن کریم یاد میکنه که چرا قوما وقتی که عذاب الله می آمدن چی نمیکرد؟ توبه نمیکرد. مثل قومی کی واره؟ یونس علیه السلام واره. یونس علیه السلام در جای دور رفته میبینه که حالی علامات عذاب میاد. 3 روز تیر شد علامات عذاب کلش تکمیل نشد. یک دفعه قانونی بود که در قوم یونس علیه السلام دروغ دیگه از این کرده چیزی بد دیگه نبود. از همون خاطر کسی که دروغش ثابت میشد خلاص قتل میکرد شد. یونس علیه السلام گفت که وای وای دیگه دروغ گوی شد و من مورا گفتم که عذاب سرتان میاد. عذاب نامد حالی دیگه در او قریه دعوتم نمیتونم چرا که دروغگوی ثابت شدم. او خطری جانم است مرا میکشن بدون از اینکه فرمان الله برسه برای هجرت. یونس علیه السلام سر چیسته خود سرانه حرکت کرد بسوی چی؟ بسوی جای دیگه. در لبی دریا کشتیوانه آمده در کشتی سوار شده کشتی میره. در مابین دریا که رسید کشتی در غرق شدن شروع کرد. کشتیوان صدا کرده و مردم وزن کشتی خیلی زیاد شده دیگه برداشتش نداره. یک نفر باید کم شوه که کشتی بروه سالم. اینجا یک نفر باید قربانی بده دیگه. لیکن هیچ کس هم آماده نیست جان شیرین خدا هیچ کس از دست نمیده. کلی مردم خوش است که غرق شویم یک نفر جان خدا نمیده. گفت نه پیش قرعه اندازی میکنیم. قرعه را انداختن. قرعه کی برآمد؟ یونس علیه السلام. بازی مردم گفتن که یونس علیه السلام میشناختن قابل قدر انسان است. باز گفت نه دوباره قرعه اندازیم اگر کدامی دیگه بیا. باز که انداختن یونس علیه السلام. الله اکبر. یونس علیه السلام گفت دیگه خلاص شد. خود انداخت در بحر. خبر نیست که الله متعال پیغمبران خدا مثل که ابراهیم علیه السلام در آتش میگه که برد و سلام جور شو. اینجا نهنگم با مو دندانای تیزی خود نمیتونه که یونس علیه السلام ادنا ضرر برسه بلکه امانت در شکم ماهی چی شد؟ داخل شد. شب تاریکیش یکی در زیر بحر است دو تاریکی او چیست دیگه در شکم ماهی دیگه تاریکی 3 تاریکی ظلمات ثلاث است. خودمون هم با کی رجوع کرده؟ بس اوقات انسان در اینطور یک مشکل گیر میایه که تصور نمیکنی که حل شوه. لیکن زمانی که بلاسمندانه یقینا با باوری کامل با یقینی درست رجوع به سوی الله متعال بکنی با الله متعال عاجزی بکنی خدا خوب ملامت کنی الله مشکل چی میکنه؟ حل میکنه. مشکل ایوب علیه السلام حل میکنه. مشکل یونس علیه السلام حل میکنه. درس عظیم است برای موتو. یک. دوم انبیاء علیهم السلام بعد ناترین گپی که ولو قصدن او را انجام نداده باشه لیکن خلاف ثابت شوه این قدر حیا داره که خود مواجه مردم نمیکنه که بازی را دی گپ ببینه. یونس علیه السلام گناهکار نیست به قصد دروغ نگفته الله توبه را قبول کرده لیکن یونس علیه السلام آن قدر حیا داره که بینمی یک سخنیش غلط ثابت شدن باز دیگه با مردم روبرو نمیشه. چرا؟ به خاطر که به نظر خودش که گناه کرده و امرای گناه با امرای قوم روبرو نمیشیم. علما باید خب تنبیه بکنن آگاه شوند. انبیاء علیهم السلام نمیخواه با یک خلافکاری خلاف الاولا امرای قوم روبرو شوند. نه وطن ترک میکنه میگه کاری دعوتم در اینجا دیگه سر نمیگیره بعد در جای دیگه برم. تو مولا صاحب قطعی مردم دیگه چیسته؟ امو علمای بنی اسرائیل شدیم کانو لا تناهون عن منکر فعلوه. صحیح است؟ لبئس ما کانو یفعلون. از منکری که انجام داده میشد هیچ منع نبود بلکه در حدیث میاد که پیغمبر علیه السلام میگه که علمای بنی اسرائیل یک چند روز که نو منکرات دید شروع کردن که تبلیغ کردن که نکنی کاره لیکن بعد از یک مدتی چی کردن؟ منع گم شد رفتن خودشان هم قطعشان چی؟ خوردن و نوشیدن شروع کردن. امروز مولا صاحبای ما قطع بدعت ها مکمل غرق هستن یا نه؟ تا گوش غرق هستن. اما کاری که مردم میکنه یا هم کرده رئیس اگر اسقاط است اگر ختمای رواجی است اگر 3 و 4 است اگر چیست بگوی دیگه میلاد است کلی کارا را کرده رئیس اول دوجه در سرش کی می باشه؟ مولا صاحب ریشی سفید اموجه نشسته می باشه.
لیکن انبیاء علیهم السلام اینطور نیست و با قوم خود پس روبرو نمیشه. یونس علیه السلام از او خاطر روان بود. الله متعال چون اجازه نداده بود یه عمل یونس علیه السلام قابل تمجید الله متعال نیست. الله متعال برای راهیابی و اصلاح مخلوق پیغمبر به میخ هدف روان کرده که اصلاح مخلوق بکنه. اصلاح مخلوقی طور نیست که تبلیغ کنی مردم بپذیره. اصلاح مخلوق مبارزه کار داره، برخورد کار داره. از امو خاطر الله متعال نمیخواد که یک پیغمبر یک منطقه را طور مفت و جفت اعلان کنه تا که فرمان الله نشده. انبیاء علیهم السلام برای خود وطن خود ترک کرده تا که الله اجازه نکنه، بلکه الله که اجازه کرد بعد از او جایز میشه. در غیر از او در منطقه مبارزه کن، ادامه بده، تکلیف میشی، زحمت میبینی، هر چی که میشی. بله حالی دیگه زمانی که مردم خواب عرق ریزی کردی، خواب سالا را تیر کردی مردم نشد، بعد از او باز دیگه وطن چی کن؟ ترک بکن، برو در جای دیگه. سعی میکنی که الله او جایی طور کسایی را پیدا میکنه که فداکار باشه برای فداکار. از او خاطر اینجا بعضی کسایی که تفسیر کرده باز خطا شده، نسبت گناه را به کی کرده؟ یونس علیه السلام کرده. از او خاطر این گپا قطعا در شان انبیاء علیهم السلام درست نیست. انبیاء علیهم السلام اگر نسبت گناه برش میشه قصدی نیست. چی نیست؟ او کار خلاف الاولاست. و ذنون قابل یادآوری است داستان صاحب مایه ذهب در آن وقتی که رفت مغاضبا در حالی که غضب کننده، یعنی هنگامی که قومش ایمان نآوردن غضب کنان رفت. فظن به اجتهاد خود گمان کرد، زمان سفری رفتن ارادی رفتن کرد بدون اذن الله متعال. الله نقدر علیه که الله متعال میفرماید که ما به تنگی نمیگیریم او را، یعنی وقتی که سفر کرده حرکت کرده اجرت کرده. فنادا فی الظلمات، زمانی که آگاه شد که بله ما نافرمانی الله متعال کردیم، خلاف الاولا در اجتهاد خود خطا شدیم، از او خاطر رجوع به سوی الله میکنه، تلافی همی کاری خدا میکنه، جبری کاری خدا میکنه. درس عظیم است برای ما که ما مرتکب جنایات و گناه میشیم، لیکن راه خلاصی و نجات ما فقط و فقط رجوع به سوی الله متعال، خشنود ساختن الله متعال است. ما بعد می رقم باشیم. او چه رقم دعای خیلی زیبا میکنه، خیلی مناسب. الله اله الا انت، که نیست لایق پرستش و بندگی غیر از توی الله. سبحانک، پاکیست برای تو از هر نوع عیب و نقصان. انی کنت من الظالمین، ما از جمله کسانی بودم که نقصان خود کردیم. دعا قبولیتش 3 شرط داره و یونس علیه السلام در دعای خود در 3 شرط اشاره میکنه. اول شرطش شروع به کلمه توحید است، اشاره به است از هیچ کسی دیگر دعا خواسته نمیشه غیر از کی؟ الله متعال. چرا؟ به خاطری که امو صفاتی که سبب قبول شدن یا اجابت دعا میگرده در غیر الله در دیگه کس وجود نداره. دوم شرط قبولیت دعایی است که بله تسبیح الله را بگو، صفت و ثنای الله را بگو. امی ثنا و صفت الله تنها برای الله شده، اشاره به این پس که غیر از الله دیگه کس تسبیح یا مدحش کردن نمیشه. چرا؟ به خاطری که کل دیگه مردم ها صفت تسبیح و مدح نداره، صفت نقصان و عیب دیش موجود است. از او خاطر حاجت ها را پورا کردن نمیتونه که تو از پیش مطالبه میکنی. در اولش لا اله الا الله ندای توحید بود، غیر از الله از دیگه کس خواسته نمیشه. در دوم میگه عیب و نقصان غیر در الله نیسته، دیگه کس از عیب و نقصان خالی نیسته. در سوم شرط قبولیت دعا اشاره میکنه، عجز است، عاجزی را اعلان کردن، قصور اعتراف کردن بالای چی؟ گناه خود. اونو وقتی دعا قبول میشه. یک سوال است که اینجا مغاضبا گفته، برآمد یونس علیه السلام غضب کنان، سری الله غضب میکنه؟ نه، جواب است غضب سری قوم بود. سری قوم چرا غضب کنه، غصه کنه؟ دعوت داده ایمان نه. انبیاء علیهم السلام زمانی که مردم ایمان نمی آورد سخت غضب میشد، بلکه رسول الله صلی الله علیه و زمانی که در امت خود یک امر بدعت میدید، بدعت دیگه سخت غصه میکرد. اما 3 نفر که آمده بود پیش ازواج مطهرات که باز تعهدا کرده بود که میگفت، یکیش میگفت کلی روزا رو روزه میگیریم، دیگهش میگفت کلی شب در قیام الله تیر میکنم، دیگهش گفت من نکاح نمیکنم. رسول الله را که خبر کرد، پیغمبر چهره مبارک سرخ گشته بود، رگاه در وقت تقریر همینطور چیز پر میشد.
او صوت خود بالا کرده بود که شما این تو گپا میزنی. سخت غضب میکرد. موسی علیه السلام غضب کرد یعنی که خبر شد که سامری فتنه را انداخته، مردم مشرک ساخته. انبیاء علیهم السلام در مورد مسئله توحید آنقدر جدی هستند که موضوع را قطعا تو راسانگیر نیستند، بسیار بسختی. دوم سوال، یونس علیه السلام میگه اینی کنت من الظالمین، خودش اعتراف میکنه که من گناهگار هستم. اینجا مراد از ظلم گناه نیست که تو بگویی گناه کرده، بلکه خلاف الاوراد حق انبیاء علیهم السلام چیست؟ نقصان است. نقصان کدام نقصان است؟ سری نفس خود، حق نفس خود کم کرد. کدام مرتبه و اعزازی که الله برش داده بود ولی چی کرده؟ کم کرده حق خدا. از او خاطر ظالمین ایمانا نه که گناه کرده. چرا؟ یونس علیه السلام خود گناه نکرده بود، به اجتهاد خود فقط سفر اجرت کرده بود. فاستجبنا له و نجیناه، ما قبول کردیم دعایش به یونس علیه السلام و نجیناه من الغم، نجات دادیم میره از غم. و کذالک ننجی المؤمنین، همین قسم ما نجات میدیم مؤمنا را. الله میگه نجات دادنی انبیاء علیهم السلام در نجات هم محتاج به کیست؟ الله متعال است. ولی وقتی که سختی و تکلیف سری انبیاء علیهم السلام آمده، رجوع به سوی الله کرده، درس برای امت پیغمبر داده شد. در هر مشکل رجوع به سوی الله میکنه. پیغمبران الله نیست، مشکل کسی را رفع کردن نمیتونه، در حالی که در بین کل بشریت کاملترین انسان ها پیغمبران علیهم السلام است. زمانی که پیغمبران علیهم السلام مشکل کسی را رفع نمیتونه، از دو کده در مراتب پایین که ولی است یا صحابه کرام است یا کسی دیگری است، و خب به طریق اولاج تو مشکل کسی را رفع کردن نمیتونه. پس چرا مردم میره؟ آلی زیارت ها گنبت ها سرش جور شده به خاطری که مردم در اونجا بره. چرا گنبتی کلان سرش جور کرده؟ مجاورا برش گرفته، مردم به خاطر حل مشکل خود در اونجا میره. مولوی صاحب بسیار دکترها را تداوی کردیم، باز کسی ملا صاحب برا گفت که در فلان زیارت ببر. این ملا صاحب جادوگر است، خب این مشرک است. این ملا صاحب مشرک است، بندگی جنیات هم میکنه، جنیاتی را دستور میده که این مریض پیشت میاد در فلان زیارت روان کو. باز ما خود دور میکنیم کدام مرگی که حالی میگیره ای ماستیم، سردردی که سرش میاد ای ماستیم. زمانی که دو قبر بره ما از پیشش تک پتره بشه. آلی عقیده هم میمانی سریع نمی قبر قان قدر قوی میشه که بله ای صاحب قبر خیلی کمالات داره، مرض دور کده میتونه. در پالوی عبدالرحمن میشینه میگه ای میگه سرم درد داره، برات نه ای طور جای برات نشان بدم که دیگر جای باز برات ضرورت پیدا نشه که بری. کجا؟ در غزنی زیارت فلانی باباست، همونجا برو خلاص. آلی عبدالرحمن دو میگه او دو میگه او دو میگه، شرک شایع شده، میره بس هزارها نفر دو قبرا میره به عقیده ازی که مشکل کشا ساجت رواسته. به یک عمل جنیات گرفت کلی مردم در چی؟ شرک کشان. خو اصل عملش کیست؟ ملا صاحب بچری دین. ملا صاحب بچری چیست؟ چری دین. مردم گپی ملا صاحب خو قبول میکنه، میگه این گپی شرعی میگه، خلاف شرع نمیگه. و کذالک ننجی المؤمنین، الله قانون عمومی را اعلان میکنه. تنها این قبولیت دعا منحصر و مخصوص برای انبیاء علیهم السلام نیست، بلکه هر کسی که مؤمن است، مؤمن تذکیره‌ای نه، مؤمن واقعی که قرآن معرفی میکنه، ایمان روشنیش در قلبش تابیده باشه، الله میگه این همین قسم نجات میدیم مؤمنا را در هر نوع غم و مصیبت ها. و زکریا قابل یادآوری زکریا علیه السلام برای ذکر توحید از اون یادآور شد برای مردم. اذ نادى ربه، زمانی که آواز میکنه به پروردگار خود، نه به کسی دیگری. رب لا تذرنی، پروردگار مرا نگذاری فردن تنها، و انت خیر الوارثین، تو بهتر چیستا وارث هستی از ما، یعنی بعد از ما تو بهترین ذات هستی که باقی میمانی، بند و بست و انتظامی تمامی کار را تو میکنی، خب مرا تنها نگذاری. داستان زکریا علیه السلام پیشتر شده، از او خاطر زیاد تفصیل نمیکنیم. فاستجبنا له، قبول کردیم برای زکریا علیه السلام دعای شوا، و وهبنا له یحیی، بخشش کردیم برایش یحیی علیه السلام بچه. و اصلحنا له زوجه، ما صالح ساختیم قابل، قابل و درست گردانیدیم
لهو برای زکریا علیه السلام زوجه جفت و جورش سیاستش قابلیت حمل شدن الله برش نصیب قابلیت بگه چیستا حامل شدنه